سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امروز میخوایم با هم دیگه ساخت این بنر جذاب را یاد بگیریم. برای ساخت این بنر جذاب وارد برنامه پیکسل اپ میشیم. از قسمت ایمیج سایز سایز 600 در 300 را بهش میدیم. بعد اوکی را میزنیم و مییم از این قسمت یک رنگ خوشگل مشکی به بک‌گراندش انتخاب میکنیم. بعد مییم از این قسمت ایمپورت را انتخاب میکنیم و این تصویر را وارد میکنیم. بعد این تصویر را که وارد کردیم آن در جای مناسب قرارش میدیم که با بک‌گراند ما برابر شود و دوباره مییم از قسمت اراسل کالر بک‌گراندش را حذف میکنیم. بعد بک‌گراندش که حذف شد از این قسمت